واقعیت قسم همی از قماندان صاحب که ما و شما با بی‌غیرت ترین، نامردترین و بد اخلاق ترین دشمن طرف هستیم. از خرد تا کلانش اگر غیرت داشته باشه و نامرد و بد اخلاق نباشه، یعنی امروز امی رفتاری که با اسیر و مردم عام میکنن معلوم میشه که یهود و نصارا بالای زیاد شرف دارن. و ما مطمئن هستم و عمیقه که به وحدانیت خدا ایمان دارم، به این باور دارم که امروز نه فردا نه پس فردا اینمی خونای ناحقی که ریختانده میشه و این ظلمی را که بالای مردم میکنن، اینمی سبب سرنگونی نظام و رژیم فاشیستی و تروریستی از یا میشه. گپ آخر همی قماندان صاحب هزار بار شکر که همه قماندان صاحب شکر خوب هستن، همگی در مسیرهای موقتهای خود هستن، همگی ارتباط ما با تمامش وصل شدیم، ارتباط ما تامین شد و گپ ما هم شد که گفتیم هر قدر که نیروی بیشتر بیارن بیشتر تلفات میدن، کم بیارن کم، و همون تو هم شد که به کمک خدا به حساب تلفات دادن. دیگه همه مجاهدین تا سلام بگو و خیر سلامت باشی، پیروزی رو به همگیشان تبریک بگو، زیر تاثیر تبلیغات‌های منفی و گپای یک روزه و دو روزه از یا نگردین. انشالله ما و شما پیروز هستیم، خدا با ماست، مردم با ماست، دنیا با ماست. قربانت جانم، بخیر باشی، همگی رو سلام بگو، خدا نگهدار.